سلام، خیلی خیلی خوش اومدین پیش موشای من. حالتون چطوره؟ اومدیم با رزیدنت اویل 9 با دوبله فارسی گیم دوبله. قبل از اینکه شروع کنم باید بهتون بگم که این دوبله رو بچهای گیم دوبله تقدیم کردم به شایان مصطفی که از جاویدنامه‌های روزهای 18 و 19 دی بوده و خیلی خیلی منتظر دوبله فارسی این بازی بوده. روحش شاد و یادش جاوید. بریم ببینیم که چیه داستان بازی و خیلی خیلی ذوق دارم که ببینم دوبلش چطوریه. بیا دفتر غرب میانه. گیم دوبله با افتخار تقدیم می کند. مدیر دوبلاژ مانی لاسمی. چه ضبط گرافیکی شده داره در استدیو کلاق. وای چه گرافیکی داره بچه ها، چه گرافیکی داره. حتی ناخونای دست گریس، آره گریس هم مشخصه. گریس کره. گریس اشکرافت، بله دفتر من. اومدم. لعنتی. چقدر دست و پا چلوفتیه. اگه درباره گزارشی باشه که دیروز خواستین تا نه نهایت تا 2 روز دیگه آماده است. فعلا بی خیال اون شو. یه جسد دیگه پیدا کردیم، همون نشونهای آسیب شناسی پرونده قبلی رو داره. یا خدا، برای این یکی به یه گزارش فنی دقیق نیاز دارم. باشه. چی قراره بذاری جلوش خدا میدونه. باید خودت صحنه جرم رو ببینی. یعنی چه خودش ببینه؟ هتل ورنوود. ببین، میدونم همونجاست که مادرت کشته شد و میدونم برات سخت و ناراحت کننده است. آلیسا 8 سال پیش کشته شد. بله. شاید وقتشه با گذشتت روبرو بشی. مستقیم با ترست مواجه شد. این هتلیه که مادر گریس توش کشته شد بچه. گریس، قاطع همین ذره مردده. مجبورت نمی کنم بری، ولی فکر میکنی بتونی این کارو برام انجام بدی؟ سخت. صحنه جرم رو بررسی کن و یافته‌هات رو به هم گزارش بده. من بودم نمیرفتم. فعلا فقط همین. چقدر سخته. خب قبل از اینکه بازی نه مثل اینکه نمیشه. اوکی ضایع شدیم. میخواستم زیرنویس خاموش کنم ضایع شدم. ولی چه گرافیکی داره بچه ها، عجب گرافیکی داره. ببخشید. یه مشکلی نیست، یه اشکال نداری چیزی. مام گریس رینوود. آره میدونم. اوه باید همین طرفا باشیم. الو، امروز کجا میری؟ همون رستورانی که شنیده بودم خیلی ممنون. وای این پیسی ها صحبت میکن. جدی؟ نمیتونم فهمم. خب مجبوری انجامش بدی. کوین این دفعه واقعا دیر کرد. امیدوارم یادش نرفته باشه. خب ظاهرا بهمونیش پای خودشه. نه اشکالی نداره. درست گفت. واجی تک تک این پیسی ها صحبت میکنن. به نظرت برام مهمه؟ واه
بنازم بچه های گیم دوبله شاهکار کردن. تک تک این پیسی ها حرف میزن. حرف میزنین؟ میتونم برم. شنیدی اریک ترک گرفته؟ اون عوضی؟ مدیرا چی فکر کردن دقیقا؟ وای آره خیلی چاپلوسه. هیچ کاری نمیکنه. ما باید کار رو انجام بدیم. وای چی پرام. آخ ببخشید. وضعیت با خانومت چی شد؟ وای حسابی عصبانی شده بود ولی آخرش منو بخشید. خیلی راحت قصر در رفتی. دیگه از این کار احمقانه نمی‌کنی مگه نه؟ نه بابا عمرن قسم میخورم دیگه تکرار. وای چه خوبه. این چیه؟ آها گم شدن اینا. یه پیرزن پیرمرده گم شدن. دختر بچه گم شده. وای یوجی چه گرافیک چه کیفیتی. هی خانم، هی اونجا محدوده ممنوع است. نمیتونین برین داخل. چرا؟ چون صحنه جرم فعاله. درسته شرمنده. یه لحظه. شما FBI هستین؟ بله بله دارین این مرگای عجیب رو بررسی میکنین نه؟ الان 5 میشه درسته؟ شنیدم همشون یه جور کبودی عجیب دارن. مصریه یا کار تروریستاست؟ وگرنه چرا FBI باید وارد بشه؟ درسته میگم؟ هی حواست با منه؟ تو حواس پرتی گریس. شاید جوابا اون تو باشه. آره حتما درسته. خیلی حواس پرته چون یه خاطره بدی داره. برو پوریا برو. داخل مراقب باشین. ساختمون ایمن نیست. میگم بالاخره قراره کل اینجا رو خراب کنن. آره ممنون. صحنه جرم رو بررسی کن. اصلا چرا من اینجا؟ واقعا چرا؟ اسکولی با کنترل خم میشه. با کنترل هم میسته. به به یا ابوالفضل درب داغونه اینجا. واقعا درب داغونه. صحنه جرم اینجاست. اوکی. چقدر تاریکه اینجا. با جی. اوکی. خیلی تاریکه اینجا واقعا. What the fuck? What was that? Oh my god. یعنی چی میپره تو صورتش؟ Oh my god. میتونم. وقت زیادی ندارم. یعنی میپره تو صورتش. زیادی ساکته اینجا. یه حالت سکوت خیلی ترسناکی داره. من میترسم واقعا. چطوری صوفی جونم؟ خوش اومدی. خیلی
یه سکوت ترسناکی آقا. نمیتونم. این چیه؟ مأمور ویژه FBR کلمه 28 سپتامبر 2026 ساعت جسد مرد در هتلی متروک در شهر پیدا شد. جسد در دستشوی هتل کشف شد. با توجه به میزان تجزیه احتمال میره چندین روز اونجا مونده باشه. اوه بله، حادثه در نقاط مختلف آمریکا موارد مشابهی از مرگ‌های مرموز ثبت شده. مرگ در بیمارستان استونویل تایید شد. مرگ در هتل دنبار تایید شد. در هتل دنبار نمیتونیم حالا بخونیم. مرگ در مجتمع مسکونی گرینوک تایید شد. مرگ در خانه سالمندان نایتلی تایید شد. چشماشو نگاه کنید، چرا ترسناکه. در صورتی که تمام قربانیان شناسایی شده از حادثه راکون سیتی جان سالم به در برده بودن. روی بدن تمامی قربانیان کبودی‌های سیاه متعددی مشاهده. اوه همین دیگه، مثل که خیلی چیز خاصی ما نداریم. بله چقدر اینجا مزخرفه، خیلی مزخرفه اینجا. آها او رد پا رو ره. این رد پاه. خب چرا مرد با همون نیومد؟ ای عکس من اینجا چی کار میکنه؟ بیا حرف بزنیم. اتاق 200 یا ابوالفضل اتاق 204. کی اونجاست؟ وای شیت. واو چی کار کنم؟ اتاق 204 بروید. چرا اون در بسته شد؟ What the fuck؟ میخوره بهش؟ آره بهش میخوره. بهش نمیخوره؟ کنم کلیدو به فنا دادم. نه بذار من تا اونجا برم بعدش بیام اینجا. اوه خط و خشوری چه میترس مادر. چه گریس، منم میترسم چه برسه به گریس. من آرومم دارم میمیرم. چی بود از این بالگی ها اومد؟ میلس واقعا ترسناکه. واقعا اول کپکام خدا لعنتت کنه. کپکام چیه تو آخه؟ از سال 1928 که در رعایت بافتن پرزه خواهی هم راجع به هتل توضیح میده. What the fuck is that؟ طبقه بالای هرچی هست. میشه اینا رو باز کرد؟ نمیشه. همون زهر مار گریس.
آها. کارمندان عزیز، پس از حادثه اخیر مدیریت تلاش زیادی برای بازیابی اعتماد عمومی انجام داده. متاسفانه به دلیل ابعاد گسترده ویرانی‌ها معلوم نیست که آیا دوباره میشه فعالیت رو شروع کرد یا نه. بنابراین با کمال تأسف تعطیلی رسمی هتل رینوود رو اعلام میکنیم. بابت عواقب این تصمیم برای شما و خانواده هاتون صمیمانه عذرخواهی میکنیم و از حمایت و تلاش‌های مستمر شما در طول این سالها سپاسگزاریم. مرسی. آها نقشه. مرسی ممنون. با ام عمل اینجام. اوکی. هله. اون یکی هم در با میشه. چی میترسه جی؟ منم میترسم. What was that? سردته گریس؟ من پاشیم بریم بالا. این نمیدوه؟ اوه خیلی وحشتناکه صدا نفساش. این چیه؟ ندارم که. باید کلید اینجا پیدا کنم. یه کلید هست مال اینه. ریسک هیچ کلیدی نیست. بکنم یه چیزی اینجا باید باشه. نه آها آره هست. مرسی. واو در سگ لعنتی. اوش دارم دیوانه میشم. چی در انتظارمون خدا میدونه. در بکن. چقدر متروک هست اینجا. باید 2 تا بازسازی کنین به خدا. صدا رو میشنوید؟ صدای یه مرده که میتونی بهش دسترسی کرده باشی. پلیس چند وقت جور گذاره. اوه کی؟ این همش عکسای من و مامانمه. همش عکسای من و مامانمه. وای اصلا عکس میگرفته هر کی هست. ازم عکس گرفته حاجی. او مای گاد. عجیبه. برگشت به اون تایمی که داشته با لپتاپ کار میکرد ازش عکس گرفتن. 8 سال پیش. یه عکس مال 8 سال پیشه. یا خدا. سلام عزیزم. سلام مامان. های مامانشه. امروز کل روزا چسبیدی به اون؟ خب وقتی دستت تا چرا این وقت اینجوری؟ شب مشغول کاری یکم هم بخواب باشه. تقریبا تمومه. فقط یه لحظه. من با تو چی کار کنم آخه؟ همون کاری که همیشه میکنی. هی به هم گیر بده تا برم بخوابم. چه مامان وای، چه جوونی. بارونی گرفته. مامان تلفن. مامان درست کنار دستته. درست میگه. برادر. الو. خانم اشرف بله. ها؟
کی بود؟ نمیدونم. گفت خانم اشکرافت بعدم قطع کرد. چه بیاده؟ What the fuck؟ دیگه چی؟ اونا دارن میان. کیا دارن میان؟ گریس باید بریم. کجا بریم؟ مامان چی شده؟ عجله کن. چی کجا بریم؟ ایسا کیا دارن میان؟ چی شده؟ باید آروم حرف بزنیم. این مسخره است. بجنب. خب چرا خب داستان چیه؟ سلام سلام. بگو چه خبره؟ الان وقتش نیست. چه موهاشو خوش رنگ خیلی. داستان چیه؟ مامانت یه چی میدونه نمیخواد بگه بهمون. از هتل فرار کنید. نزدیکم بمون. مامان صبر کن. گریس بجنب حرکت کن. دارم میام. وایسا. گریس زود باش. دارم میام. حرکت کن. خب چی شده؟ حداقل به من بگو مادر من. سلام. کی اونجاست؟ اوف ترسیدم. واقعا بابت قطع برق عذر میخوام. چی شده؟ احتمالاً باید از تابلو برق باشه. میدونین 40 سال عمرشه، برای همین زود میپره. البته اصلا بهونه خوبی نیست. بابت درد سرش عذر نه اشکالی نداره. آره نگران نباش. زود درستش میکنم. فقط باید پیدا وای نه. وای نه. خدای من مامان اینجا چه خبره؟ What the fuck؟ گریس نزدیک من بمون. چه اتفاقی افتاد؟ حالا میخوای به هم بگی چه خبره؟ مامان داری چی کار میکنی؟ یه کار مهم. یعنی چی؟ یه کتابی رو گذاشت پشت این. پشت اون تابلو چی قایم کرده بودی؟ بعداً توضیح میدم. باید یه راه دیگه برای خروج پیدا کنیم. دنبالش باید برم. گریس بجنب. یا ابوالفضل. بیا تو گریس. دارم به پلیس زنگ میزنم. نه زنگ نزن. نه چرا زنگ نزنه؟ بله میخوام یه قتل رو گزارش کنم. نه چند تا قتل رو. گریس بله هتل چه برنوود. عرقی کردی گریس؟ عجله کنید لطفا. پلیس تو راهه. خدای من چه عرقی مامان کردی؟ داره حالم به هم میخوره. الان بالا گریس. میارم. گریس نگاه کن. دستمو بگیر. خوبه نگاه کن. منو ببین. بد. وای. دم بازدم. اوه گریس قول میدم یه روز همه چیزو برات توضیح بدم. چرا واقعا؟ گریس باید بدونی تو امید منی. هیچ وقت اینو فراموش نکن. چقدر عرق کردی گریس؟ دوست دارم. دوست دارم. من وقت این حرفا نیست. دوست دارم و اینا. نه باید یه راه خروج پیدا کنیم. سویلمون جا بود. بعدن برمیگردیم دنبالشون. گریس پیدات کردم. وای. وای. مامان مامان نه مامان مامان
وای مادر. خیلی متاسفم ما همش تقصیر من بود. اون فقط عرق کرده جا سکته. آره بازی چقدر مامانش بد مرد. غالبا بمرد. خیلی بد مرد. یه جای دیگه است. آها اینجاست. الو کی پشت خطی؟ اصلا صدا نمیده. باید از اینجا برم بیرون. دنبال توه. از اینجا میخوای بری بیرون؟ یه چیزی فهمید. یه کار مهم بعداً توضیح میدم. پشت اون تابلو چی قایم کرده بودی؟ ها بعد بریم الان تابلو رو. ایول برو بریم تابلو. چیزی که آلیسا مخفی کرده رو پیدا کن. مادر خیلی بد مرد. مادره خیلی بد مرد. اوه 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 یه چیزی هست. یا اول فس یه چی اون پایین هستش. سگ تو این زندگی بابا. ترسیدم. اینجاست تابلوه. ببینیم چیه. if اوضاع سر سامون گرفت و پس فردا به شهر جدیدی میریم. خوشحالم که فریلنسری بهم اجازه میده هر جای کار کنم، اما نگران گریس هستم به خاطر جابجایی‌های مدام. دوستیابی براش سخته. شاید در شهر بعدی کمی بیشتر موندیم. بعد از تمام کردن کارم رفتم کافه و مردی رو با کلاه دیدم. قسم میخورم که داشت من رو تعقیب میکرد. شاید فقط پارانویا باشه. دوباره همون مرد کلاهپوش رو دیدم. مطمئنم داره من رو دنبال میکنه. تازه رسیدم ولی فکر کنم باید باز هم حرکت کنم. نمیتونم بذارم اتفاقی برای گریس بیفته. یه چیزی بوده. این مادره اوکی. واو ببخشید افسر. چه افسری شکلیه؟ چی شده؟ یه چیزی نیشم زد. حالتون خوبه؟ چی کار براتون بکنم؟ نه نه نه. لعنتی دندونش افتاد.
گیر کردم. نمیشه بجو بری اون تو وای نمیشه گیر کردم. اون تو وایسا، داری چی کار میکنی؟ وای مادر مادر وای این چیه؟ کلید خروش استراری کلید اوکی هلا وای برو گم شو بزن تو سک و صورت تو ازم فاصله بگیر. وای مادر لعنتی، برو گم شو. وای گریس نه وای آلوده شو این دیگه چه گفتی؟ این دیگه چیه؟ چه خبره؟ وای مادر نه وای نه وای نه ای! وای وای گریس زخمی شده لعنتی. وای داره سرش گیج میره گریس پر خیلی بده بود چقدر استرسا بود خیلی استرسا بود وای اون دیگه چیه؟ صدای آهنگ میاد این مگه دندونش ندید چطور گاز گرفت 3 تا از دندونش افتاد فقط وای آخ شیشه آخ دستش کسی اونجاست. وای گریس آلوده شده الان فرض کن بین اون همه کشمکش و جنگ دیگه یکی برات پیانو بزنه مرسی کپکام مرسی ابوالفضل سلام. اصلا آسون نبود ولی بعد از این همه تلاش بالاخره رسیدیم به اینجا. دندوناشو داری؟ دندوناشو؟ من همون کسیم که اون جسد پر گذاشت، همون کسیم که تو رو به اینجا کشوند. من میدونم تو همون کسی هستی که دنبالش ماشاءالله قد فرد خاص برگزیده خانم اشکرافت. چقدر قیافش او وای نه خفش نکن نه بیهوشش کرد استراحت کن گریس. ما کارای خیلی زیادی داریم. چقدر وحشتناکه چی میگی یارو چی میگی تو قد بلندی تو قد بالا رو بنازم
ولی یورو گلوش بخیه است، اصلا کلا سک و صورتش بخیه است همش. دندونا رو دیدین؟ دندونا رو شوف کم طلا بود و چی. چند دقیقه پیش بهم بگو اینا مثل بقیه است؟ همون لکه های سیاهو داره. لیانه ناشی از تجمع خونه بعد از مرگ نیست؟ به به لیان اسکردی رو نه این برم. یکی فرق داره. یعنی الان شدن 6 نفر. 6 تا از بازمونده های راکون سیتی که همه شبیه هم بودن. آره این اصلا خوب نیست. نه خوب نیست. ولی یه سرنخ برات دارم. لیانه روی یه مظنون به نتیجه رسیده. کسی که به آمبرلا ربط داشته. ویکتور گیدئون. آها این ویکتوره. کی هست؟ محقق سابق ویروس تی. هی یه گزارش هم تازه رسیده. یه افسر پلیس گم شده. شاید ربطی نداشته باشه ولی نزدیک همونجا ناپدید شده که جسد پنجم پیدا شد. صدامو داری لیان؟ به 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 چقدر پیر شدی آره. لیان. پیر میشنوم. نشو پیر نشو. براهی. آدرس رو برام بفرست. حاجی خودم لیان- بررسی میکنم. لیان عجب سیگمایی شده تو این بازی. لیان سیگما. او بارکلا لیان. چطوری همین خوشی مده سیت شب خواهم ببره خوبه. منو بگی من که دارم بازی میکنم و بگی. گریس رو برداشت دارم میبرم جو دوست خودش. بکنم الان اینجا لیان ببینه. نزدیک شدی؟ تقریبا گنگ ترافیک گیر کردم. دیدتش. داری با من شوخی میکنی؟ دیدتش. آخ جون آخ جون آخ جون آخ جون. آها اینم اونو دید. اینجا چه خبره؟ اون حالش خوبه؟ آره خوبه. فقط دارم میبرمش خونه. وای نه. هر کسی که دیده رو چیز میکنه مسموم میکنه. ای آش. ببخشید؟ لیان گزارش وضعیتت چیه؟ دارم میرم دنبال ویکتور. او لیانم حاجی اونم که کار احمقانه ای نکن. نه؟ عمرن. هی چه غلطی داری میکنی خانم؟ کمکم کنی. حالت خوبه؟ چی کار میکنی؟ ای وای 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 وای. ای What the fuck. او اونجا رو قرنطینه کنی. چی؟ به ویکتور ربطی داره؟ آره باید بابت همه این هیجان ازش تشکر کنیم. او مردم دارن فرار میکنن. آها چیزم بهم داد. واو توف. اوه وای وای وای
سیم بزنم. استفاده کردم. وای حاجی رفتم زیر ماشین. تونستی موقعیت ویکتور رو پیدا کنی؟ نه گمشون کردم. برگشتیم خونه اول. نه لزوما. ویکتور بعد از سقوط آمبرلا یه ساختمون خریده بود. مرکز مراقبت مزمن رودز هیل. آدرسشو برات میفرستم. وای تو هم که لیان داریم زمانو از دست میدیم. حاجی اونم که وای لیانم حاجی چیز مسمومه بچه. نه آه لعنتی. واه احساس میکنم گریس یه حالت خیلی بدیه. داره ازش خون میگیره. آه لعنتی. این چیه؟ اوه برعکس گریس. وای ای کمک. اوه فاک. اوه میخوای خونه بمونی؟ میخوای آروم باشه؟ آره آروم باشه. بخون گریس. آها میخواد چیز کنه. آها برکلا. آفرین. خب کلی خون ازش چیز کرده. نبری دستتو. آها برکلا دختر. واو اینم بکش از دسته. زود باش. آو کمربندم باز کن. حالا چرا برعکسش کرده؟ دوستان به نظر شما چرا اینجوری شده؟ آها آفرین دختر. برکلا دختر. باهوشه ولی گریس. داره با هم چی کار میکنه؟ دستش هم بامپیچی کرده. این گاز زده و اینا. ایول اینجا پر از خونه. خب یادداشت‌های روند کار. شروع خونگیری. نبض بررسی شد بدون انحراف. تزریق دکسیفیل انجام شد. وضعیت پایدار. آماده برای معاینه بعدی. یارو پس دکترم هیه. من کدوم جهنمیم؟ به نظرم یه علامه حیاتی رو اندازه. اوه خیلی عجب با این همه سرسادگی یارو نیامد سراغمون. خیلی عجیبه. خب این چیز میکنم. واو چی هم ندارم. نور قرمز چی منه؟ چقدر نور قرمز اینجا. آها یه افو بزن. او آها
هیچ اتفاق نیفتاد. کلید میخواد. چرا اینجا بذار منم تو اتاق میشه رب؟ آها. Whoa. What was that? اون مرد. مرد؟ چیز میخوام. فیوز رو به دست آورید. فیوز. کلید رو بزنیم ببینیم چیه. فندک فلزی تزیینی پیدا کردن مسیر در تاریکی را آسان می‌کند. مرسی. برای باز کردنش به یه ابزار لازم داری. بریم سراغ ابزار توی اون اتاقه. واو 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 صدا چی بود؟ چقدر ترسناک. آها ورق بزن. ورق بزن. Oh. How you sit? Stay in the light. میگه توی نور بمون. بدبخت شدیم دوستان. میگه توی نور بمون. فنا رفتیم اجی. واو اوه یه سری وسایل از کمد برداشتم. حالا پیشگوشتی توی جعبه ابزار دستگاه پرستاری هست. ست خیاطی تا رو نکنم هست. خوشی این گریس هم مادر خرابه. همه چی خرابه تو این سگدونی. چیزی نداشتی اینجا من بردارم؟ مادر پدر سگ پدر اون مردی. آلوده شدی. خدایا. بعد کجا برم؟ این دیگه چه گفتی؟ لعنتی.
میگه توی نور بمون. میتونه بیاد نمیتونه بیاد. اوه اومد. نه مثل اینکه قدمم نزدیک نیا. آها نمیتونه بیاد چون تو نوره. اون چیز دیگه چی بود؟ خورد یارو رو قشنگ حاجی. یعنی قشنگ یارو رو تیکه تیکه کرد. اینجوری بهتون بگم. اوه مای گاد. این چیه؟ تغذیه کننده این چیز گریسه. این به نظر مهم میاد. شاید حاجی همه رو خورده. باریکلا. لعنتی. اوه واو. نه این راه نه. من دیگه نمیتونم جایی برم. وای گرفت منو. میشه برم؟ میشه بذاری برم؟ اوه اوکی مردم. گیرم انداخت بچه. گیرم انداخت. هنوز نمیخوام بمیرم. بابا برو دیگه. مادر میرم سمت نور. نور نور نور. بیا ببینم. بیا خوشگلم. آها بسوز بسوز. دستت نمیسته باید بری روی چیزی. میرم روی این. لعنتی. دیگه یعنی من سگ توی زندگی گریس. بردار اینو بردار اینو گریس شام. گریس عزیزم بردار اینو تا این ننگ اومده دوباره. آره واو بچه اومد از این ور سمت یعنی از پشتم اومد. از پشتم اومد. بیا بیا. آها از این سمت اومد. فکر کنم رفته اون دیروز رو برداشتم. آچار یه آچار به هم دادی. آچار برای چی؟ اوکی گفتن آچار حکم چیو داره؟ بیا بیا خوشگلم. بیا بیب من. بیا بیا اینجا.
گرو گرو. فهمید. خواهش میکنم نه. دیگه اون اتاق امن نیست بچه، دیگه اونجا نباید بریم. دیگه اون اتاق امن نیست چون چراغشو زد ترکوند. دوستان چراغ اتاق زد ترکوند. واو گردش کردم. یس گردش کردم. بای بای. مرسی بودی. مرسی بودی. ذخیره کن. ذخیره کن. واو وای نه. سر یه دونه پیچ گوشی چه بدبختی ما گیر کرده ماجی. سر یه دونه ما پیچ گوشتی به خدا. باشه باشه و زهر مادر. وای نه 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 نه. برو 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 برو. Fuck is that? What the fuck? زود باش زود باش. وای وای نه وای نه 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 نه. وای شیت مادر نبر. وای بردتش. وای یه همه تلاش کردم میسوزه. خوشم میاد. منم همینطور. وای وای به به. لیان اسکندی. لیان هتل رودز هتل. با لیان پلی میدم اصلا نمیترسم. اتفاقا بیشتر شجاع میشم ولی با گریس پلی میدم مثل سگ میترسم بچه. بابا آقای کندی خوش اومدید. دکتر گیدئون منتظرتون بودن. جالبه. یادم نمیاد دعوتنامه‌ای گرفته باشم. به هر حال ایشون منتظر شماست. پس نباید منتظرش بذاریم. خب دنبالم بیاید. راهو نشون بده. چقدر مشکوکه زنه مشکوکه. چند وقته که برای دکتر گیدئون کار میکنی؟ زیاد نیست. تازه به تیم ملحق در شد. خودش بسته شد.
شک کرد. اینجا بیمارانی داریم که برای مدت طولانی تحت مراقبته. همشون تحت درمان‌های آزمایشی دکتر گیدئون قرار داشتن. خب دمتون گرم بچه که بودید، مرسی که دیدید، مرسی که هستید. تا ویدیو بعدی.